ساعتی خوراک نصف روزی در تورنتو به ساعتی تلخ تبدیل شد. در این وقت یک راننده ماشین سفیدش را بر روی رهگذران راند. 10 نفر را کشت، 15 تن دیگر را مجروح کرد. راننده را بازداشت کردیم. درباره حادثه نصف روزی امروز بازپرسی شد. من همچنین به خویشاوندان قربانیان و آسیب دیدگان این حادثه فاجعه بار اظهار تسلیت میکنم. پلیس میگوید متهم الک میناسیون نام دارد و 25 ساله است. با گفته شاهدان ظاهرا راننده برقصدانه ماشین را بر روی رهگذران میراند و همین گونه بیشتر از 1 کیلومتر حرکت کرده است. یکی از این شاهدان استیو کورتسی میگوید زیر چرخ ماندن یک رهگذر را دید. ماشینش را به پیش راند و به راه پیاده‌گرد دیگری در نزدیکی بینای دیگر رفت و آدمان دیگر را زد و رفتن گرفت. حادثه در زمانی رخ داد که وزیران کشورهای عضو گروه هفتگانه از جمله امریکا، کانادا، بریتانیا 20 کیلومتر دورتر از جای حادثه در مرکز تورنتو ملاقات داشتند. منابع امنیتی امریکا گفتند فرضیه اصلی آنها تروریسم است.